هر آن گروه ها و طایفه هایی که بنده را نسبت میدهید به مثل مدخلی و به مثل مرجئه و جهمی، از اینها بیزار هستم. در بر اینها همچنین از خوارج و از تکفیری ها و از تمام حزب ها و حرکت هایی که وجود دارد از اینها بیزار هستم، بلکه یکی از پیروان اهل سنت و الجماعت، پیروان قرآن و سنت با فهمش سلف امت می باشم. برادران، شنوندگان محترم، از الله تبارک و تعالی ثبات قدمی در راه حق و هدایت به طرف حق را همیشه طلب بکنید. به مثل پیروان این اسکندر ابو محمد مدنی نباشید که قلب‌های مرده و چشم‌های بینای دارید که اون چشم‌ها هیچ کاری نمی‌آید و هیچ فایده‌ای براتون ندارد. پس بیایید یک بار دیگر باز این ویدیو سوم است که خیانت علمی ابو محمد مدنی را برای شما پیشکش میکنیم و همچنین به مثل ویدیوهای گذشته بیان میکنیم که ابو محمد این قول را از کجا گرفته است و میبینیم سایت خودی ابن باز رحمه الله تعالی را و همچنین کتاب ابن باز را نظر میاندازیم و مقایسه میکنیم و میبینیم که ابو محمد مدنی در این قول ابن باز چی خیانت کردگی هست. پس بیا اسکندر بخوان عربی را که گوشت کنیم چی میخوانی و چی دروغ ها و چی تدلیس در این عباره های بزرگوار میکنی، بخوانش. اولا ابن باز یک رساله مستقل نوشتن در این باب، نقد القومیه. در کتاب نقد القومیه نظر میکنید میبینید که اولا ابن باز میگن که و کل دولت لا تحكم بشرع الله ولا تنساع لحكم فهي دولة جاهلیه کافره ظالمه فاسقه. خب این هست عباره هایی که ابو محمد مدنی حالا این رو خواند. اکنون اینجا چی را نسبت دادن؟ گفتن که قال ابن باز رحمه الله، میگه ابن باز گفتگی است. در کجا گفته است؟ فی نقد القومیت العربیه. اما این بیچاره فکر نکرده است که طالب علمان هستن به اصل کتاب برمیگردن یا روزی می شود که پیروانش را این مقاله شرمنده میکند، چی طوره که امروز ما و شما دیده استادیم ابو محمد مدنی را شرمندگی خیانت ها و بدبختی هایی که در علم انجام داده است و خیانتی در علم کرده اش را. اکنون ابو محمد از اینجا خواندن شروع کرد کل دولت لا تحكم بشرع الله ولا تنسى لحكم الله فهي دولة جاهلیه کافره ظالمه فاسقه. تا همینجا را خوند، ما و شما آوازش رو شنیدیم، تا به همینجا خوند. بیا یک بار دیگر گوش میکنیم فقط عربیش رو. اولا ابن باز میگن که و کل دولت لا تحكم بشرع الله ولا تنساع لحكم فهي دولة جاهلیه کافره ظالمه فاسقه. اکنون بیایید این موضوع را با سایت ابن باز، با موقع ابن باز مقایسه میکنیم که آیا ابو محمد مدنی آن چیزی که در اینجا خوان آیا قول ابن باز هست؟ بیا مقایسه میکنیم. اکنون ببینید این مقایسه است بین سخنی که ابو محمد تکفیری مدنی خواند و سخن ابن باز. اینجا را کی خواند؟ اینجا را ابو محمد تکفیری خواند. ببینید اما ابن باز قولش ببینید. بیاید که یک تا بخونیم که در کجا این ابو محمد تکفیری این خیانت را کرد. ببین میگوید که و کل دولت لا تحكم بشرع الله. ببین ابو محمد هم این چیز را خواند، نه کل دولت لا تحكم بشرع الله. یگان مشکلی نیست تا به اینجا. در دوامش ولا تنساع لحكم الله. ابو محمد تکفیری همچنین خوان که ولا تنساع لحكم الله. در اینجا هم مشکلی ایجاد نکرد. اکنون قول ابن باز ببینید بعد این به چی سر می شود؟ ولا ترضاه فهیه. اما قول ابو محمد مدنی فهیه سر می شود. ولا ترضاه کجا شد؟ ابو محمد این ولا ترضاه را کجا بردی؟ چی کارش کردی؟ این چی ضرر داشت؟ این برای تو را چی ضرر داشت که این رو ذکر نکردی؟ بعدتر در ترجمه این رو ذکر خواهیم کرد که به خاطر چی ابو محمد مدنی این رو ذکر نکرد.
بیاید اکنون این قولی ابو محمد که خواند این را باز با کتاب کی مقایسه میکنیم؟ با کتاب ابن باز. میبینیم که در کتاب ابن باز ولا ترضاه را میارد یا نه. کلمه ولا ترضاه در کتاب هست یا نه؟ بیا میرویم به سر کتاب. خب این هست کتاب. این کتابی چی است؟ مجموع فتاوا. ببینید از کی است؟ از ابن باز، جزئی یکم. بیاید میرویم به صفحه. صفحه چند است؟ 305. صفحه 305. اینجا صفحه 305 است. اکنون ببینید از اینجا شروع می شود این سخن. ببین و کل دولتین لا. اینجا را ببینید ابو محمد هم این چیز را خونده و کل دولتین لا. این هم قدر خوند. اکنون تحکم بشرع الله ولا تنصاع لحکم الله. تا اینجا را ابو محمد هم چنین خواند، گفت تحکم بشرع الله ولا تنصاع لحکم الله. اکنون از ابو محمد رو ببینید فهیه شروع می شود. اما کتاب ابن باز رو ببینید چی است؟ کتاب ابن باز رو ببینید. این کتاب است نه؟ در اینجا چی است؟ ولا ترضاه. ولا ترضاه. بیاین کلانتر کنیم تو اینکه خوبتر ببینیدش. ولا ترضاه. ببین ولا ترضاه. ابو محمد این کلمه ولا ترضاه کجا شد؟ ببین از ابو محمد نیست. این ولا ترضاه فهیه دولتون گفته شروع میشه. ببینید اما ابو محمد فهیه دولتون. فهیه دولتون. اما کلمه ولا ترضاه کجا شد؟ ابو محمد خوینی علم این ولا ترضاه را کجا کردی؟ کجا بردیش؟ الله سبحانه و تعالی تو را هدایت کند ای ابو محمد تکفیری. بیاد اکنون این قول باز با قولی خودی سایتی ابن باز چیکارش میکنیم؟ بیانش میکنیم. ببین این سایتی کی است؟ سایت ابن باز است. سایت ابن باز. ببینید از اینجا خواندن شروع کنید. ولا تحکمو و کل دولت لا تحکمو. از اینجا شروع می شود نه؟ و کل دولت لا تحکمو بشرع الله ولا تنصر ولا ترضاه. ببین ولا ترضاه جمع است، در اینجا هم هست. پس این کلمه در سایت ابن باز و در کتاب ابن باز هست، اما ابو محمد تکفیری مدنی این را نمیخواند. برای چی؟ این چی ضرر دارد به ابو محمد؟ ضررش همین است که ابو محمد رو تکفیری بودنش آشکار میکند. اگر این را میخواند معلوم شد، آشکار میشد تکفیری بودنی ابو محمد مدنی تکفیری. این را برای همون خاطر نخوند. این کلمه ولا ترضاه رو ترکش کرد. پس ببینید این کتاب این سایتی کی است؟ اسلام وی اون چیزی که ابو محمد مدنی تکفیری خواندش و این هست سایت ابن باز رحمه الله که ولا ترضاه را دارد. اکنون شما فهمیدید فایده ولا ترضاه چی بوده است؟ ولا ترضاه یعنی که راضی نباشد، یعنی که اگر حلال بداند. فایده اش رو دیدید؟ یعنی راضی شرعی. وقتی که راضی شرعی که میگوییم پس استحلال و تفضیل و تکذیب و مساوات و تبدیل و اینها که بود اینها را بیاتون بیاره. انا همینها که باشد اگر پس صاحبش کافر می شود. برای انا همون خاطر ابو محمد مدنی این کلمه ولا ترضاه را بجا کرد که موافق اعتقادش نیست، مخالف به اعتقادش می باشد. و انا همین کلمه ولا ترضاه فرق میکند بین اعتقاد اهل سنت و الجماعت و اعتقاد تکفیری ها. همین اگر بگیری اعتقاد تکفیری ها می شود، همین اگر بمونه اعتقاد اهل سنت و الجماعت می شود. اکنون فهمیدید فایده ولا ترضاه چی بوده است؟ ابو محمدی خائن را فهمیدید که به خاطر چی این کلمه ولا ترضاه را گرفته بوده است؟ به خاطر نه همین، تا اینکه شما را تکفیر کند، تا اینکه شما را کافر حکم کند، تا اینکه شما را عذر نتید، تا اینکه شما را دیگه تفصیلات نتید، بگه خلاص شما کافر هستید، بروید خلاص کافر هستید. برای همون خاطر همین کلمه ولا ترضاه را گرفته است.